آیا به نظرتون توی فیفا 23 ضعیف‌ترین تیم در مقابل بهترین تیم چند تا گل میتونه بزنه؟ چند تا گل میخوره؟ با هم دیگه بریم ببینیم چه اتفاقاتی قراره توی این بازی بیفته. بریم. خب رفتیم از لیگ هند. ناین نیم ستاره است. اتک 61 در مقابله خب رئال مادرید دیگه. ما رئالی هم هستیم. رئال مادرید رد کردم. رئال مادرید چون آقا وینیا اینا رو نزد. آقا چی برداریم اینجا؟ چیزی باشه قشنگ. آقا من هم رو هم دارم. تیم منیجر اون شومنیه برداشته. والورده بنزما. ما چیو داریم اصلا؟ 65 60. ببین بالاتر از اینا نداریم. 64 دارم. کسی هم نداریم. به هم کار کنیم. جیمز ستینگمون هم لژندری. و فقط ببینیم چند تا گل میخوریم و این گل کن فقط. این چند تا گل میزنیم چند تا گل میخوریم. آبرون میره یا نه؟ آبرون حفظ کنم یا آور. پا بنزه باید اختی که کرده میخواد پاره میکنه. یا پیغمبر یا موسب نجب بنازم به تو با تخماش تو با در میاره. این بازیکن قهاریه. آیا گل میتونیم بزنیم؟ بچه ها من فیفا بازم نیستم و توی دروازه گل اول برای شایناین عبدر الخیاطی. بچه خدایش رو لجند نکاتی زن چیزی رو لجند بود. و وای نه گو خوردم. مرسی نه چه گولی زد. بریم برای یه گل زیبا توی دروازه. نه گل میخوری توی دروازه. پاسی دادیم والورده دن سرویس. خداست خودم علکی امید دادم. یعنی بزن تو گل. 2-2 مساوی. چه بازی شده این بازی جذابی شده. کریم باقالی تو کجاش در رفت این تو. گلو نده. آها یه چلو. امین چیه؟ امین بزن تو گل. بزن سجا برفا والورده است. مرسی چه پاس دادی. حالا تک به تک با کریم بنزما. بده زود سکوری اولی از عادل دردان فری What the hell و گل. نه بده بهش بابا. بده جلوترش. کریم نده جون مادرت. نه خدا رو شکر رفت بیرون. یه جلوس کلا باش. کریم دیریب میکنه. یه دوبل. وای یه کدو دیدنی. چقدر خاجی با اینکه تیم شخمیه. چه گل سوم میزنه. خاجی آبروداری کردم. جولیوس دوکر برادر درک. ربطی داشت به درک. بنازم به این پسر فدریکو والورده. اشتباه بعد از من طرف گل گرفتم. مرسی 30 ثانیه. بزن چونه مادرت. بزن. وای
از چون آوردم بده بهش 5 ثانیه 5 ثانیه یعنی برای نیمه دوم فاتحل چقدر خوب بود آجی این دست چقدر حال داد به 2 تا بازی بچه ها ببینیم کی میبره نده اینا رو نباید بده یا اینا رو نده من گفتم دو رقمه میشم جدی تیم نیم ستاره در مقابل چیز بالاترین سطح لژندری بده وای نده پاس نزن هم لامصب از تو اونجاشون در میره واسه من حالا چرا زودتر پاس ندادم بال برده نزن بنزم نزن سفتش کرد جدی مگه میشه نیمه برقه شغل بودی یه چلو اوزگل بزن تو گل خطا نداره داره یا اول فصل مرسی دادی عقب داداش دمت جرم مرسی پسر هولش دادی چیکار داریم برو برو سرعتت بالاست بزن تو گل نه داداش پا راست به چپت گفت گو نخو پاس نده بابا خواب گفت سجه تخم سگ بزن تو گل دیگه اون چش بزن تو گل بینم ازگلت همه اول کار وقتی گل نمیزنید همین میشه دیگه 7 شو من دقیقه وقت دارم بارا دیگه بارا نمیخوام گل ده ببینم ریدش حالا من 7 5 باشم 6 5 باشم گل نزدی همون گل خوردیم نزنی ها پدست سگ مرسی پسر مرسی تو بهترین بازی کنی شماره 2 که شماره 26 عشقی داداش عشقی فدات شم قربونم بری نوکردم پس لاشمک هم الان از هم یارده چرا نمیچسبی بهش اوزگل پدست سگ اشاری شدم بزن تو گل بینم بابا من ابله برای چیه چیز میکنم من اوزگل چرا از تو تعریف کردم دروازه خالی ها نمیزنی تو گل گم شو بابا گم شو به خدا باید این بازی من برده باشم 3 تا دروازه خالی نیمه اول هم این کار کرد به این سختی میزنه تو گل اونو نمیزنه منطقیه داشت خیلی منطقیه داشت خیلی بازیتون واقعا منطقیه برای همین چیز نکردید بنازم به 2 چشم بنازم به تو بده به جلو پدر سگ بده به جلو پرش کردم بده به جلو پرش کردم من لا اصلا پاس به تو بدم که پاس کوتاه میدادم نه که پاس بلند بدم چی بابا تمام بازی اول باخت بزن تو گم نه تمام 10-5 خداییش ببین خداییش من گفتم الان هیچی نمیتونم بزنم 10-15 تا میزنم بوم میخورم ولی برای ریستارت مچ دوم دیگه ببازم دیگه تموم کنم ببازم دیگه تموم به پیغمبر بالا رو گرفتم حالا شده میزن جونم به این گل گل میشه به بالی کل 2 که حالا این بازی کن خیلی سخته واقعا بازی کن آره میگیرم بنزما
بنزما تو چه دادش رفتی الاتحاد بزن. وای 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 توپ چجوری تو گل نرفت. وای بنزما یه کوبچه. مرسی شوامنی، مرسی پسر. وای میخوره این بازیکن. لاشی پاس نداد. والورده یه پاس نداد. همیشه خدا پاس میداده. حالا برام خودش گل زن شد. ولی چجوری گل بزنم من به این گله جدی. بده من میرم. شوامنی برای ما چه باید گل بزنه؟ گل نمیزنه، هیچ دیگه میزنه. برس نه بابا دارم فشار میخورم به قرآن. بزن بابا به چقدر تو خری. قدرت فینیشینگشون آخه پایین لام از سب. بزن بینم. کسک با همه چی داره در میاره. خدا هرسم داره میگیره. او خدا داره هرسم میگیره. بده بهش. دوچه بده بهش. نه بزن تو گل. بچه ها نگاه کن. خدا به چی خدا به چی چه وای حالم بد شد. به پیر حالم بده. قرآن حالم بد شد. خب حتی چه داشتیم الان شما آوانتاژ دادی به من. یه بازی من شلش دارم. جدی شل کرد. داریم همچین چیزی مگه؟ داریم همچین چیزی اصلا؟ همچین چیزی ما داریم تو زندگیم؟ ندیدم همچین چیزی رو. یا از کوزه بوده موسکو هم به خدا بنده خدا می آوردمش دروازه خالی ها رو گل میکرد. دوتا بازی دروازه خالی گستگ و گل نکردی. گایدید منو گایدید داداش. منو گایدید. یه تعریف کردم از اون پدر سگ. منو ساییدن اینا. یه تیمی هم برداشتم قدرت فینیشینگش پایینه. به من بینم. برو بینم. برو جلو کسی نی. بزن تو گو. جلوش کسی نی. من اینم چجوری نمیزن اینا تو گو. من ریدم. وای چرا این ایده اصلا به سر من خورد؟ شما نگاه کن. آخه شما نگاه کن. آخه شما نگاه کن. باش این چه پاسی الدنج. ور ندارم چین تیمایی ها. پیغم اینا حل چی توپا میگیرن. دیری پشونم نمیتونم من بکنم. بزن تو گل. باش
داشت خوشحال نکن داشت میزنم صورتت به جون مادرم. باش با اینجوری اوایل بازی باید اینجوری بازی میکردید، نه حالا که من 9 تا گل خوردم. بده 3 بار تا تو این 2 تا بازی زده بیرون. ببینم به قرآن همینجوری بازی کرده بودن. به خدا 3 تا 4 تا دعوت کار نزدن 9 تا گل. بیا کنم چرا من ریدم. نه اینا ده خودم ریدم. رالم شد کرد بنده خدا دید من ریدم. خوشگل بزن نمیشه آجی پایم بکن آزد نمیشه دیریب کرد. دیریب ها نمیشه کرد. نمیشه کرد به این آزمه این پا بده بینم. چرا عادل خودت نزدی اوز کرد. عادلی تو چقدر داری اینقدر راحت بود اسم یه گل بزنه ناموسا. هترس لاچوکس پیغمبر. بابا این الان اون پاش به این پاش میگه گو نخور 3 عدد توپ داره از تو اونجا در میاره. وای فشار کیه دارم میگم. تمام 4 یکی دیگه گل بزنم. بزن یا 13 ما مجموعاً 21 گل زدیم 8 تا زد 28 3 گل زدن بهمون خوردیم 8 تا گل هم زدیم 300 تا گل هم نزدیم 300 تا گل چرت و پرتی من. وای خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. خیلی فشاری شدم نمیدونم اصلا چرا این ایده باید به ذهن من بخوره برم با ضعیف‌ترین تیم در مقابل رئال مادرید. بعد آقا ما خداییش خوب بازی کردیم. به خدا خوب بازی کردم من که پی اس بازم از بچگی پی اس بازی کردم اومدم فیفا. ببین 6 تا دروازه خاری نزده از هر جا که بگی. ببین بازی آنلاین نیست بگی تیر از مثلا تو بدنش رد شده که یا هر چیز دیگه تو بدنش رد شد یارو اینجوری میکرد از بغلش رد شد رفته بود. چقدر فشار خودم آقا دمم یکتون گرم باشه. با ویدیو جدید دیگه داریم میتره کنیم ان شاءالله یوتیوبمون بیاد بالا. لایک کنید سابسکرایب کنید چنل و کامنت انگلیسی برامون بذارید صحبتون نپره. دمم میتون گرم منتظر ویدیو جدید باشید. یا